به جلسه دوم منتورشیپ 2023 ICT خوش اومدید. در این جلسه مایکل تریدش روی شاخص S&P در اولین روز معاملاتی توضیح میده. این ورود بر اساس ستاپ UFED یا همون جریان سفارشات سازمانیه. پس اگر میخواهید با این ستاپ آشنا بشید، حتما این جلسه کوتاه اما مفید و کامل رو ببینید. درود بر همه عزیزان. من امیرعلی ظفرآلی هستم، تریدر و مدرس بازارهای مالی. از سال 95 در بازارهای مالی مثل بورس، ارزهای دیجیتال و فارکس مشغول فعالیت هستم. ورودتون به کانال فورازوید خوش آمد میگم. من در این کانال تصمیم دارم سبک ICT رو به شما به طور کامل آموزش بدم. ویدئوی حاضر از مجموعه ویدئوهای آموزشی منتورشیپ 2023 مایکل ابداع کننده سبک ICT هست. من قرار این دوره رو به طور خلاصه‌تر و منطبق بر سرفصلی که خود مایکل اجرا کرده به شما ارائه بدم. پس در اینجا هیچ چیزی خارج از مفاهیم آموزشی مایکل نخواهید دید و هر چی که گفته میشه همون مطالبی است که مایکل در این دوره ارائه داده. اما اگر قرار من همون مطالب مایکل رو درس بدم، چرا تصمیم گرفتم این دوره رو تهیه کنم؟ برای پاسخ به این سوال پیشنهاد میدم به ویدئوی معرفی دوره مراجعه کنید. من در این دوره به شما تمامی مطالبی که مایکل در دوره منتورشیپ 2023 آموزش داده به طور خیلی خلاصه‌تر و بیان ساده و با رعایت حفظ اصل مطلب و امانتداری بدون دستکاری کردن و دخالت دادن نظرات شخصی آموزش میدم که باعث میشه این دوره رو خیلی زودتر و سریعتر یاد بگیرید. پس با من همراه باشید با دوره منتورشیپ 2023 ICT. مایکل روی چارت روزانه شاخص S&P میاد و ابتدا دیدگاهش رو نسبت به روز معاملاتی که در پیش داره میگه. در اینجا یک ایمبالانس، ولوم ایمبالانس میبینید، اما این ولوم ایمبالانس در چارت مایکل به شکل ولوم ایمبالانسه، ولی در چارت ما میبینید این کلوزی که اینجا هست و این اوپن این کندل در واقع مثل این حالته. من این شکل ولوم ایمبالانس رو برای شما کشیدم تا متوجه بشید ولوم ایمبالانس چیه. ولی توی چارت ما همونطور که جلسه قبل توضیح دادم، چارت ما با چارتی که مایکل استفاده میکنه به خاطر اینکه در فیوچر متفاوته. اما در اینجا هم میتونیم فرض کنیم یک حالت از ولوم ایمبالانس باشه. خب بیاید اول بگم ولوم ایمبالانس چیه. زمانی که شما یک کندل مثلا حالت نزولی شو بگید، نزولی دارید، خب کلوز اینجا و لای کندل با شادو اومده اینجا، اما کندل بعد اوپنش اینجا نیست، اوپنش پایینه و یک شادو رو بالا میزنه و میاد پایین بسته میشه. این فاصله که فقط شادو وجود داره، به این فاصله ولوم ایمبالانس میگه مایکل، که این یک ناحیه نامتعادله و یک ناحیه‌ایه که قیمت دوست داره بیاد اونجا و متعادلش کنه، بالانسش کنه. حتما جلسه قبل رو یادتون هست که ما راجع به یک مفهوم به نام لیکویدیتی وید یا همون خلأ نقدینگی گفتیم. خلأ نقدینگی چی بود؟ فرقش با ولوم ایمبالانس چیه؟ اینجا شادو، قیمت به صورت شادو زده شده، ولی توی لیکویدیتی وید یا همون خلأ نقدینگی حالتیه که وقتی این لو رو داریم، اوپن کندل بعد اینجا باز میشه، شادوش هم اینجاست، یک فاصله در اینجا پیش میاد به وجود میاد که کلا قیمت اون رو نمیبینه. این ناحیه لیکویدیتی وید بود. ولی توی ولوم ایمبالانس ناحیه با شادو پر میشه و اینجا میشه ولوم ایمبالانس. حالا توی این ناحیه توی چارت روزانه یه ولوم ایمبالانس داشتیم و مایکل در این روز معاملاتی، ببینید در واقع اینو نداریم، اینجاست. در شروع این روز ساعت 9:45 هم خبر PMI بود و مایکل میگه که من انتظار داشتم قیمت بیاد، یه نقدینگی اینجا داریم، یه های این کندله و یک ناحیه این بالا که این ولوم ایمبالانسه. و نگاه کنید قیمت ما در یک رنج روزانه وجود داره، از های این تا لوی این کندل میبینید تمام این کندل ها تا اینجا در دل این کندل بوده. پس انتظار، چون بازار رنجیه، انتظار ترید های اسکلپی و ترید در رنجی که به وجود اومده رو داریم تا زمانی که قیمت از یک طرف خارج بشه. مایکل انتظار داشت که قیمت بیاد این نقدینگی و این بالا رو ببینه با خبر PMI و از اینجا بخواد برگرده و درون این رنج بیاد پایین. اما چه اتفاقی افتاد؟ خب نیومد این بالا. اما یه نقدینگی وقتی برید در تایم پایینتر که اینجا تایم یک ساعته رو شما نگاه کنید، میبینید اینجا یه سقف برابر ایکوال هایی داریم که یک نقدینگی طرف خریده و این همون لویی که داریم که باز اینجا ناحیه سل سایت ما هست. قیمت اومده این نقدینگی رو گرفته. حالا مایکل انتظار داشت که بیاد بالاتر و نقدینگی بالاتر رو بگیره، اما خب قیمت نرفته اونجا، برگشته پایین و تو پایین تو چارت هم بذارید نواحی گپ ها رو ما نشون بدیم، چون گپ ها جایی هستن که الگوریتم میخواد بیاد به سمت اونها و
اون نواحی نامتعادل رو متعادل بکنه. پس برای ما مهمه. این یک گپ 30 دقیقه هست که من اینجا مشخصش کردم. می‌بینید یک گپ 30 دقیقه اینجا داریم، یک گپ 4 ساعت هم این آبیه، یک گپ 4 ساعت است. ما همه نواحی رو، همه سطوح رو باید در چارتمون بکشیم، چون اینجاها این سطوح انگیزه های قیمته که قیمت بیاد به اون ناحیه. وقتی که یه نقدینگی رو از یک طرف جمع آوری میکنه، میاد و به سمت این نواحی حرکت میکنه. میبینید اینجا هم یک گپ 4 ساعت. ما اینا رو درست اینجا پرش کرده، ولی ما یه سطح رو میتونیم داشته باشیم که قیمت وقتی نقدینگی رو زد اومده به سمت این گپ 30 دقیقه به گپ 4 ساعته. حالا میریم روی من جزوه رو تصویر گرفتم و یادداشت کردم. میتونید این جزوات رو جزوه هر درس رو من بعد از اینکه این ویدیو رو در کانال گذاشتم جزواتش رو در کانال تلگرام هم میذارم. میتونید به کانال تلگرام مراجعه کنید و این جزوات رو خودتون بردارید و ازشون استفاده بکنید. همون بحثی که توی چارت روزانه توضیح دادم و این تصویر بعد. این هم تایم 15 دقیقه است. اینجا یک گپ 15 دقیقه داریم. قیمت یک نقدینگی رو گرفته، اینجا اومده پایین، دوباره برگشته این بالا، یک بار دیگه به این نقدینگی حمله کرده و ریخته تا اومده به این گپ 15 دقیقه 30 دقیقه و پایینترش که گپ 4 ساعته باشه. اما اینجا این تایم 1 دقیقه است و زمانیه که اینجا که رفت اومد پایین میبینیم یک شیفت داشتیم که شما با این شیفت میتونستید وقتی که این گپ ایجاد شده تو این ناحیه که ستاپ IOFED یا Institutional Order Flow Entry Drill، جریان سفارشات سازمانی یا جریان سفارشات مؤسساتی، این ستاپ مورد علاقه مایکله و اینجا یعنی یک مؤسسات و این سفارشات سنگین مؤسسات بوده که میخواستن قیمت رو پایین رو بردن تا به اون هدفی که میخوان برسه. یعنی این شدت، این قدرت روند نزولی، حرکت نزولی کار مؤسساته و وقتی که یک نقدینگی گرفته میشه، یک شیفتی داریم و با گپ این شکسته اتفاق میفته، مارکت استراکچر شیفت اتفاق میفته، ورود قیمتی کوچولو به درون این گپ، این همون ستاپ IOFED میشه. حالا مایکل میگه من اینجا شیفت بوده، میتونستید اینجا ورود کنید، ولی من با این ورود نکردم، من با این شیفت ورود کردم. شیفت اصلی از نظر من اینجاست، شیفت ساختار. چرا اینجا رو قبول نکرده؟ چون همونطور که گفتیم مایکل انتظار داشت بره اون ناحیه ولومین بالاست، یعنی قیمت بالاتر بره. برای همین اینجا که اومده بود باز مطمئن نبود که بخواد قیمت پایین بیاد. اما وقتی که دیگه این شیفت رو داده و باز اینجا یه نقدینگی مهمی رو گرفته و اینجا خود این میشه بریکر بلاک، قیمت از این بریکر بلاک میاد پایین، به 50% این بریکر بلاک واکنش میده. چجوری واکنش میده؟ بادی ها زیر 50% کلوز میکنن و اینجا هم یک گپیه که قیمت یک کوچولو وارد این گپ میشه، دوباره ستاپ IOFED و اینجا مایکل اولین ورودش رو انجام میده. دوباره قیمت میریزه، یک گپ اینجا ایجاد میکنه، یک کوچولو واردش میشه، دوباره اینجا ورود بر اساس ستاپ IOFED و این هم یک گپ بریک اوی، گپ فرار. دوباره ورود دوم مایکل اینجاست، قیمت به این گپ 15 دقیقه واکنشی میده و اینجا هم دوباره شما میتونست ورود بعدی مایکل بوده، چون هدف کجا بوده؟ هدف این گپ 30 دقیقه بوده و قیمت میرسه برای این گپ 30 دقیقه و اینجا تارگتشو میده. بعد از اون هم دوباره میبینید قیمت که اینجا میاد، این گپ 15 دقیقه نگاه کنید، اینجا هیچ سطحی نیست بخوایم بر اساس عرضه و تقاضا حمایت و مقاومت بگیم. میبینید اینجا نشون میده آقا الگوریتم براش این گپ ها مهمه، این سطوح مهمه. این که اینجا اومده دوباره برمیگرده پایین، اینجا چیزی جز گپ 15 دقیقه نداشتیم. شما هیچ چیزی اینجا نمیتونید بگید حمایت و مقاومتش کجاست، چیزی نیست جز این گپ 15 دقیقه. پس به محض اینکه دوباره اینجا میاد میریزه و این گپ 30 دقیقه رو پر میکنه. حالا اینجا 50%شه، ببینید تصویر بعدی، ببینم بعد اینجا که میریزه میبینید به این 50% این گپ 30 دقیقه چجوری واکنش میده، میاد دوباره بالا، دوباره این پایین و به همین شکل تا بعدش رنج میشه. اینجا تو این جلسه ما که دو تا مفهوم دیگر رو میگه. ما یه دو تا مفهوم جلسه قبل گفته بودیم،
بای ساید اینبالانس سل ساید اینفیشنسی یا همون خلاصش BC و سل ساید اینبالانس بای ساید اینفیشنسی که CBه. BC یه گپ صعودیه، CB یه گپ نزولیه مثل اینجا. و اما دو تا سطح دیگه هم برای ما مهمن که باید توی چارت داشته باشیم. یکی کانسیکوئنت اینکروچمنت یا همون 50% گپ، میانه گپ. همیشه 50% گپ ها برای ما مهمن. یکی هم مین تریشولد 50% یا میانه اوردر بلاک یا بریکر بلاک. پس وقتی شما یه بریکر بلاک دارید یا اوردر بلاک دارید یا گپ دارید BC CB 50% رو رسم کنید. واکنش قیمت به این 50% جذابه. اینجا نگاه کنید وقتی از این بریکر بلاک رد میشیم برمیگرده بادی زیر 50% میبنده. این نشون میده ضمن که اینجا هم یک گپ داریم. وقتی ورود به گپ و بادی اینجا کلوز میکنه نشون میده آقا قیمت میخواد بره پایین. این جلسه هم تمام شد. امیدوارم که استفاده کرده باشید. تا جلسه بعدی بدرود.